بابر بر علاوه که شعر میگفت، در فقه، در تصوف، در عروض، در موسیقی، و در امثال از دست بالا داشت. بزرگترین کتابی که فعلا در اتوبیوگرافی ها مثلا مطالعه میشه اینمی تزوک بابری که تا هنوز هم یعنی مورد علاقه دانشمندان شرق و غرب است. که واقعا میگن که مانند از دیگه نمونه تا هنوز دیده نشده و این اولین کسی است که این کارش و شاید از اولین کسایی باشه که به این قوت این کار شروع کرده باشه. بابر وقتی که بساط تیموریا در خراسان برچیده شد، بعضی از دانشمندا به دربار گرگانیان هند و خانواده بابر رفتن، مثلا خان میر و خوافی و نادر سمرقندی و جنوبی بدخشی و عبدالواجد هیروی و امثال از یا. و گپ دیگه این که خود بابر وقتی که به جای به هر طرفی که حرکت میکرد در رکابش گروه زیادی از مثلا از علمای مذهبی، از شاعران، سخنوران، دانشمندان، مهندسان، مشاوران جهانی، گلکاران، هنرمندان، دکتران، آشپزان، اهل صنعت و اهل خبره را با خود می داشت و همین‌ها را نوازش میکرد. گپ دیگه ای که بابر در خون و رگش این رقم نبود که او در فکر تخریب و جنگ باشه. یعنی جنگ یک چیز لازمی بود در اون وقت. چرا اگر جای حمله نمیکردی بالای باید حمله میکردن. این یک قاعده بر رسمیت شناخته شده در عرصه روابط بین دول در زمان بود. اما بابر هدف نهاییش جنگ نبود و هدفش ساختن بود. مثلا بابر در اون وقتی که حتی کودک هم بود، در اولین کاری کرد قلعه اندیجان در فرغانه اعمار کرد. مثلا شهر کابل وقتی که در کابل آمد خواست که یک شهر به سوی بسیار پیشرفتهش مطابق معیارهای اون وقت جور شود و در هر محله یک مسجد باشه و 5 حمام باشه و یک مدرسه باشه. سیستم آبیاری شهر از شکل تنظیم کرده بود که آب در هر جای برسه. واقعا امروز کابل در تشنگی میسوزه و ما را در این وقتا زیاد یعنی به وقت به فکر بابر میاندازه واقعا. یعنی ما مثلا بابر یکی از کسایی بود که غربی ها را به بار اول اروپایی ها را مثلا پرتغالی ها را در سواحل بنبئی و در هندوستان شکست داد. و بابر خصوصیت دیگه که بابر داشت که یک دانشمند می نویشه در رابطهش با دانشمند خارجی میگه که سلطان محمود غزنوی که به هندوستان هم گفت من میرم اسلام اوجه نشر میکنم، انتشار میکنم. و دیگه از مثلا از دولت مردا و امپراتورا از ایران و افغانستان اینجا که میرفتن میگفتن ما مثلا میریم به خاطر اشغال این منطقه. اما بابر چی میگه ما اومدیم که تا این تجارت هندوستان با خراسان، با کابلستان و با آسیای میانه اینمی تجارت ما احیا کنم و در این زمینه کاری انجام بدم. یعنی واقعا بابر از زمان پیش بود، چندین قرن پیش این فکر میکرد و از زمان خود پیشی جسته بود به چندین قرن. و اون وقتی که در اروپا در اون عین زمان شاهد رنسانس بود اروپا و در شرق هم ما در زمان بابر ما شاهد رنسانس دیگه به طرز شرقیش بودیم که اگر اونمون روان ادامه پیدا میکرد ما یقین دارم که فعلا این حوزه ما و منطقه ما فعلا به این حالتی که دچار به این حالت دچار نمیبود. ای کاش که دوام پیدا میکرد استاد. من همیشه وقت درباره بابر میخوانم یعنی کابل به شکل افسانوی در نظر خود میارم، چون این همه نهر آبهایی که کشیده شده بود از بالای کوهها و این همه باغها، ارغوانزارها و گلهای لاله. اصلا وقتی که از باغهای بابر نام گرفته میشه و یا در حکایه ها پدرکلان و مادرکلان ها قصه میکردن و یا موسفیدان کابل تا به امروز یاد میکنن از باغ بابر، مخصوصا امروز که یک تخت سنگی که بابر در میگن در نوشته ها چنین نوشته شده در بالای سار کابل بوده و بعدا هم این فرو پایین افتیده، یعنی فرو افتیده فعلا در قسمت های
چندول کابل موجود هست و در او تخت سنگ شعری هم نوشته شده، اما چون مردم توجه نکردن و کم در زیر گل و خاک فرو رفته و کم میگن نشانیش معلوم میشه و کسانی که در اونجا سن بلندی دارن نشانی را پیدا میکنن و میگن که اینجا مو تخت سنگ بابر موجود است. آیا در ارتباط شما هم استاد شنیدین، خواندین؟ والا در اون قسمت یقینا ما دقیق چیز را نمیفهمم، نمیشه یاد کنم، اما واقعا یعنی بابر باغش در روی و کارهایی در روی انجام داده. همین که در این ارتباط همه قدر کافی است که بدانیم که وقتی که علامه اقبال دانشمند و فیلسوف به نام فیلسوف اسلام میگنش و شاعر اسلام میگه، بله. علامه اقبال لاهوری وقتی که در افغانستان یکی از جایی را خواهش میکنه که باید به دیدنش برد، باغ بابر است. بسیار بله باغ بابر امروز دوباره بازسازی شده و در خدمت مردم افغانستان قرار داره. خب استاد و در همینجا مثلا اقبال میره و بر سر زیارت بابر یک شعر میگه که تقریبا میشه بگیم که ترجمان زبان خود بابر است، ترجمان حال بابر است. بله. مثلا میگه که بیا که ساز فرنگ از نوا برافتاده است، درون پرده او نغمه نیست فریاد است. زمانه کهنه بتان را 1000 بار آراست، من از حرم نگذشتم که پخته بنیاد است. درفش ملت عثمانیان دوباره بلند، چه دویمت که به تیموریان چه افتاده است. خوشا نصیب که خاکی تو آرمید اینجا، که این زمین ز طلسم فرنگ آزاد است. 1000 مرتبه کابل نکوتر از دهلی است، که آن عجوزه عروسی 1000 داماد است. درون دیده نگه دارمش که خونین را، که من فقیرم و این دولت خداداد است. اگر چه پیر حرم ورد لا اله دارد، کجا نگاه که برنده تر ز پولاد است. بله از اقبال است. بله سر تربت بابر. بله تشکر استاد گرامی از صحبت‌های ارزنده شما، ممنون شما. بله ما هر قدر پاس بداریم این شخصیت‌ها را جا داره و ما صمیمانه از حضور شما رخصت میشم و از شما صمیمانه تشکر میکنم. امیدوار هستم که خیلی ممنون. من هم سلامای خود تقدیم میکنم و خداحافظ. سلامت باشین استاد گرامی. امیدوار هستم که در برنامه‌های دیگر نیز استاد گرامی را با خود داشته باشیم. بله هموطنان عزیز و گرامی، صحبت‌های ارزنده استاد انصاری را با هم یک جا شنیدیم. دقیقاً وقتی درباره کابل سخن میگوییم البته باید بابر را در اونجا یاد کنیم. امروز پل باغ عمومی که ما در افغانستان داریم و جای او همه دکان‌ها اعمار گردیده، در گذشته باغ پرصفا و پرشکوهی بوده، اما با تأسف که امروز نه تنها از باغ‌هایی که بابر به دستان خود اعمار کرده بود وجود نشانی نمانده به جز از باغ بابر و اصلا سرسبزی و آبادی در کابل کمتر به چشم میخوره. درست است آبادی ها یعنی تعمیرهای بلند منزله آباد گردیده، اما او صفا و او نهر آب و او باغ ها دیگر وجود نداره. امیدوار هستیم که فرزندان سرزمین ما مانند نیاکانشان کوشا باشند تا کشور عزیز ما دوباره سرسبز و آباد بگرده. خب ما استاد دیگری را نیز بعد از دقایق روی لین میاریم و شما همچنان در تصویر قبلا چلزینه قندهار را دیدین که چلزینه قندهار نیز یکی از شهکاری های بابر می باشه که وقتی که از زینه ها کسانی که در قندهار بودن و این چلزینه را تماشا کردن، وقتی که از زینه ها یا از پله های، امیدوار هستم که تصویر دوباره روی پرده بیارن، وقتی که از این پله ها به بالا میریم و در میان این کوه افر شده و در اونجا نقاشی های بسیار زیبا با اشعار زیبا نوشته شده. امیدوار هستم که نگهداری خوب صورت بگیره تا این یادگاری های پرشکوه بابریان برای فرزندان ما و دیگر نسل های کشور باقی بمانه. شما را دعوت میکنم به شنیدن اعلانات تجارتی با ما باشین.